من دیگه یک رفیق من از تاجیکستان زنگ زدم، تلفن خاموش کرد. پس اونتر نوشتی من در ترابی هستم. گفتم باشه، خواندی شیدی زنگ بزن. پس اونتر زنگ زد، گفت که اخبار رو تماشا داری؟ گفتم که بی وطن نیست غریب یکی کند یادی وطن، در وطن بوده بی یادی وطن بی وطن است. من چگونه اخبارهای تاجیکستان رو تماشا نمیکنم در این شب و روز؟ گفت که الکی در مسجد، نامی مسجد گرفت، در مسجد امام خطیب بعد از نماز تراویح دعوت کرد که مردم برای ما فرض است که بریم از مرز و بوم وطن دفاع بکنیم. یعنی شما میدونید که حکومت تمام مردم تاجیکستان در دوشنبه در میاسکم بینت الکی نگاه کنید که دعوت رفته است که ما باید در این حالت در حمایه وطن باشیم. درست؟ ما باید در حمایه وطن باشیم، اما ما نباید که سگ یک ملت دیگر باشیم. ما نباید که سگی باشیم که کفار ما را برای گزیدن پای برادر خودمان فس بده. ما باید هوشیار باشیم. ما باید کوشش بکنیم، تلاش بکنیم که اگر که در اینجا حمایت میکنیم وطنمونه، پس در دیگر جاهایی که ما وطن از دست دادیم در اونجا را باید حمایت میکردیم. آیا بی‌عدالتی نیست از جانب امام خطیبان، از جانب حاجی میرزا و غیره ها که در فروخته شدن تاجیکستان در خطای گپی نزدن؟ رفت سال 2011 رژیم ارمیه را گرفت رفت، مردم برادرای بدخشانی ما و شما را خونسار کرد. این همی خونه که امروز در قروق ریخته است از جانب مردم قرغیزستان، همی خون به دستی تاجیکای خودمان، از تاجیکای خودمان، از مردم پامیر ریخته شد و سببش هم همین مرز بوم بود. سببش همین بود که مرز بوم وطن به خطای فروخت، خاک وطن به خطای فروخت. مردم پامیر مردمی با غیرت و شجاعت هستند، خیستن ناراضگی کردن و حکومت چکار کرد؟ به دستی تاجیک یک خوب فکر بکنین، خوب سنجش بکنین که بدتر از این کاری که امروز شده است، بدتر از این بود. 2011 حکومت به دستی تاجیک خونی تاجیک ریخت تا اینکه خاک تاجیک به خطای بفروشه. یگان ملت گپ نزدیم. در کجا بودی حاجی میرزا که تو گپ بزنی در همون حالت؟ همین گروه 24 که تو تنقیدش میکنی تا امروز گپ میگه. همین گروه 24 که تو تهمت بالاش میزنی به همون ریشی سفیدت، به همون عزتی که یک زمان خداوند برای تو دادگی بود. تو تهمت بالای گروه 24 میزنی. همین گروه 24 از زمانی که قدم در راه مبارزه زد این گپ میگه و میگه و میگه و تا روزی که رژیم رحمانوف از بین میره تا اون روزه میگشت. شما همه تو دهاناتون سکوچ کردگی بود، یک تدگر نزدین، یک تد نگفتین که مردم رحمانوف خاک وطن فروخته است و به دستی تاجیک ناریزا از این کار کشته است. همی است عدالت، همی است عالم بدن، همی است وارثی پیامبر بدن. شما را پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا به حق گفتن، به جان فدایی کردن تعلیم نکرده بود؟
آیا شرم نمیدارین که شما قصه های صحابه ها را، قصه های پیامبران را به مردم میگین؟ از شجاعت صحابه ها، از شجاعت پیامبران به مردم قصه میکنین؟ از شجاعت عمر، از شجاعت علی رضی الله عنه، از شجاعت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، از شجاعت عثمان ذی النورین رضی الله عنه قصه میکنین و خودتون همون شجاعت ندارین؟ شرم نمیکنین؟ اگر حاجی میرزا گپی ته حقیقت داشته باشه و ما در برابر تو ناحق باشیم، حالا من در اینجا دعا نمیکنم، از تو خواهش میکنم که اینم خیلی یک نوار دیگر بکن و در اون نوار تو دعا بکن بگو پروردگارا، ما اینم خیلی یک نوار یک جوان گروه 24 تماشا کردیم و در اون نوار او جوان میگه که حق جانب ماست و تو ناحق هستی. خدایا در همین بین کدامی که ناحق باشه خار ذلیلش بکن. انا همین دعا را حاجی میرزا اگر تو واقعا حقیقت هستی و ما ناحق هستیم در برابر تو، من از تو خواهش میکنم همین دعا را بکن در یک نوارت تا اینکه مردم در زیر او آمین بگن در کامنتری او و منتظر باشیم که خداوند چی کسی را خار و ذلیل میکنه. اما باز تکرار میکنم، والله قسم که من ضد اینمی رژیم امام علی رحمه الله شیدگی هستم. سبب اساسی همی بسته شدن مسجد تو است، بسته شدن آواز تو است. من با یکی از بهترین رفیقان در همین آلمان 3 سال گپ نزدم، تنها به خاطر تو که او ترا تحقیر کرد. او ترا پیش از من شناختگی بود، ترا تحقیر کرد. من قطعی او جنگ کردم، در راه سفر بودیم، جنگ کردم قطعی او نفر من خفه کردم و از اون نفر خفه شدم، تنها به خاطر اون که او ترا تحقیر کرد. ولی متاسفانه من مخلصی چی رقم انسانی بودم که تا امروز من او را نشناختم. من قبلا هم یک سنگ ملامت از جانب تماشا کردگی بودم نسبت به گروه 24، اما گفتم که باشه فرصت میتیم، این نفر شاید که از ما با خبر نیست، شاید نمیدونه که ما چی میگیم، شاید در بگذشت زمان نوارهای ما را تماشا میکنه و میگه که جوانها واقعا حقیقت هستند، حقیقت گو هستند، یا جوانایی هستند که ما باید در حق او دعا بکنیم. اما متاسفانه امروز او چیزی را که من از انتظار بودم عکس العمل او را من از دیدم. پس من مطمئن شدم که تو یک چاپلوس هستی، تو یک نفر هستی که علمی که خدا برای تو داده است، اون مقام و منزلتی که خدا برای تو دادگی بود، یا اینکه عزت و شرفی که خداوند برای تو دادگی بود، تو به یک دنیای ناچیز فروختیش. یا از ترس جانت باشه یا از ترس ناموست باشه، به هر بهانه‌ای که باشه تو فروختیش. اگر تو مظلوم هستی واقعا، پس چرا تو از تاجیکستان بیرون نمیره؟ چرا هجرت نمیکنی؟ نمیبری مثلا به اروپا بیای؟ در اروپا هیچ کس را برای مسلمان بودنت نمیبره زندانت بکنه رنگ رحمانوف. در اروپا تو میتونی که بیای، این خیلی بلاگر شیدگی کو حاجی بلاگر، اونم خیلی بیای همینجا دم حاجی بلاگر باشی و مردم از همینجا
به حقیقت دعوت بکنی. اما تو نمیخواهی چیزا، تو میخواهی که در خدمت دشمن خدا باشی، تو میخواهی در خدمت کسی باشی که اول درجه مسجدی تر محکم کرد، آبرو عزتی را که خداوند برای تو دادگی بود و خود خداوند به دست انمی نفر آبرو عزتی تر برداشت. قبلا همچون من جوانها در تاجیکستان شاید تعدادشان به میلیون میرسید که برای تو جان میدادند. امروز تو احساس میکنی که هیچ کس دیگه تو را دوست نمیداره، هیچ کس تو را احترام نمیکنه. الا هم 4 نفری که از دنیا بیخبر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.